اگر تمام حیوانات عالم رو جمع کنید، هیچ حیوانی ارادت به حیوان دیگه پیدا نمی‌کنه. هیچ لحظه توضیح معنای دقیق ارادت و محبت باطنی اینها نیست. با علائم ظاهریش هم که حرکت بکنیم، مقصودی که در این بحث هست حاصل میشه. تمام گاوها رو بگذاریم، هیچ گاوی ارادت به یک گاو دیگری بخواد که اون باشه، بخواد که مورد توجه اون باشه، به هر شکلی پا جای پای اون بگذاره، چه برسه به این که به مرده او عشق بورزه. هیچ حیوانی در صدد این نیست که نقطه جذب معنوی یک حیوان دیگه قرار بگیره. ولی درست برگردید تو انسان، ببینم میتونید آدمی رو پیدا بکنید که جذب خوبی یکی دیگه نشه؟ نه، به من یکی رو نشون بدید که بر اساس این جذب و انجذاب ها محیط خودش رو نساخته باشه، که همه پیوستگی ها اگر به ظاهر در خیال نشسته، دقت بکنید همه دارن در هم جذب میشن. اون به سلام میسته در قدرت ظاهر که قشون از جلوش رژل. این قبرشه، ببینید چجوری از تمام دنیا کنده میشن. به دلیل اون جذب باطنی با بیگانه چنان اخت میشه که جونشو ازش دریغ نمیکنه. نه به حق قضیه کار دارم نه به باطلش، ما انسان شناسی میکنیم. ببینید از یک شاهزاده هندو که لقب بودا بهش داده چه کرده در جذبش. این کاخ داره، اون مرقع، این به قدرت ظاهر نشسته، سان میبینه، اون همین جور دارن میرن. عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست ارادت هر زمان در نیک نامی میزنم، تا بو که یابم آگهی زن سایه سرو سهی، گلبنگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی میزنم. به این بیدینیای ظاهری کسی نگاه نکنه. هر کی بیدین تر بیارینش ببینم اگر کسی بهش یک محبتی تو یک گذشت فراگیر کرد میتونه جذبش نشه؟ شما به من یه انسانی رو نشون بدید که جذب باطن کسی نشه، در دو طرف قبول و رد. به من نشون بدید که از کسی به دلیل بدیهاش بدش نیاد. قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این ملک حصاری به سواری گیرن. حصار قلب سوارم نگاهی. خوش گرفتند حریفون سر زلف ساقی، گر فلکشان بگذارد که قراری گیرن. هر قدر تو ظاهر خودش رو آراسته میکنه، میگه نه این باطنش. هر قدر تو ظاهر کار ناشایست میکنه، میگه نمیدونی چه باطن خوبی داره. همه این عالم که میبینیم، همه این انسان ها در موج این جذب و دفع. خیال میکنی آزادی نشستی؟ اگه گیرش نیاد اون آدم، میگه عجب شهر تاریکی، عجب جامعه. این بدین ارتباط نداره ها، ارتباط داره ولی نه تو اون خیال که من و تو داری. اونجور بدین ارتباط نداره که رفیق زردشتی من، زن و مرد که باهاشون دوستم، پا میشه میره زیارت حضرت رضا. چرا؟ دوست مشترک یهودی من و آقا با زن و بچهش میرفت زیارت حضرت رضا. که هر کجا اون شاخ نرگس بشکفت گل رخانش دیده، نرگس دون کنن شاهدون گر دلبری زینسان کنن، زاهدون را رخنه در ایمان کنن. آدم تصورش اینه که نقطه ارادت من باب مثل انبیا هستن. نه آقا، همتون تو این جمع بر اساس اون جذب و انجذاب با هم متصل میشی. اون چنان این جذب و جذب حکومت میکنه که برای ساختن نقطه های مرتفعش جامعه از اسطوره سازی هم فروگذار نکرده. خط عجیبیه، زنجیر غیر قابل گسستنی. شما مقام رو میتونید با کودتا معاونش میزنه میکشه، زور دوباره این دستش. ولی اینجا اگه تمام عالم از هم بجنبن که کسی رو که در دل به کسی متصله جداش بکنن، محال. ممکنه در ظاهر اظهار تنفر کنه، این اشکالی نداره، ترسیده، ولی میخوام اون اتصال باطنی رو ازش. این پسرک بی پدر یهودی زاده عیسی مسیح میگه کیه؟ ببینید چه قوقایی،
شما خبر ندارید که مرتاضان مسیحی و اهل ذکر بعضیاشون 12 سال تمام در ذکرن، در توجه به مسیح. عین این رو اون یهودیه داره تو کنیسه‌اش 40 سال در توجه به هارونه و این توجه ها پیش توجهی که یک بودیست، یک برهمایی به بودا داره چنان پر شد فضای سینه از دوست که نقش خیش گم شد از ضمیرم. من به حق و باطل این کار ندارم، و نگاه کنید بحث حق و باطل خاصیت انسانه. لامذهب ترین ها در خشکی فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک ببینید میشه به یه آدم مهربون بر بخوره مهربونیش درش کارایی نداشته باشه، ببینه خودشو به خطر انداخته برای نجات خود این هی قصه نخور که آدم خوبی نشدن، اصلا قصه نداره. فاصلت تا آدم خوبی شدن اینه که یک کسی رو یقین کنی آدم خوبی، فاصلت فقط همینه، فقط همینه ها. همه حیوانات رو جمع کنی هیچ کدوم به هیچ کدوم دلی بستن. این اومده توی ادبیات. ببینی من کفر نگویم، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. کدام مظهر بیچون مال قانی که رو سنگ حک کردن پشت سر ضریح مطهر حضرت رضاست. کدام مظهر بیچون بود به خاک تو مدفون که از زمین تو خیزد همی خروش انالحق. اصلا اگر شما این جذب و انجذاب رو بردارید ادب قوم تنزل میکنه. چی میخواد بگه؟ اوجها در تمام متون اونجاییست که تو این جذبه قرار میگیره. تو نقاشی هم همینجوره. هنوز کار میکلانج مشابه تو عالم با این همه صنعت و این همه امکان هنوز پیدا نکرد. تو اون جذبه کارشو کرده که ساختمان‌های اولیه در بشر کاخ سلطنتی نبوده، معابد بوده. کاخ‌های سلطنتی رو اونا رو الگو کردن، از روی اونها برداشتن. به خودش ارادت میورزه، نه به خاکش ارادت میورزه. تا چند فرسخ خاکشو برمیداره روش. اونم از رودخانه‌ای که بودا ازش حرکت کرده. یه مرتبه است آقا میخواد آدم فحش بده و یاوه بگه و بگه. من در صدد نه این هستم که بودا رو تحقیر کنم نه امیرالمومنین رو تعظیم توی مجلس، ولی من این رو به شما میگم که تمام تاریخ، خوب گوش کنید، تمام تاریخ که غیر از قدرتی چی نیست، یعنی تو تاریخ قدرت رو بردارید میفته پایین. در محو آثار علی ابن ابی طالب با تمام قدرتش کار کرده که من و شما اصلا گوشهش هم نمیدونیم. ما در حدی که روز خون بالای منبر یا منده ولی اینکه شما رو به حال بیارم حرف زدم میدونید، نمیدونید چه میکردن، ولی ارادت این کارو میکنه که به جلال الدین سیوطی گفتن که صف لنا علیه، گفت که کار محالی گفتید، اینکه شدنی نیست، برای اینکه 200 سال اونچه در قدرت بود برای محو آثارش به کار گرفتن و مدائحش خافقین رو پر کرده. چجوری من توصیف اینو بکنید؟ این خاصیته. شما فکر نکنید با مسیحی ها نجنگیدن، قتل عامشون نکردن، فراوون این کار شده، ولی ببینید ارادت بهش چیکار کرده. داشت بیومد تو خونه ما دیدم اینجوری کرد، حالا که تو خونم که میخواد بیا با من ملاقات داره، صلیب مقدس رو سینه‌اش و پیشونیش نصب کرد. از نظر تحلیل روانی جامعه شناسی میگن علت این که مذهب زرتشت فرو افتادگی پیدا کرد این بود که اون آدمهای گزیده که باید مورد ارادت قرار بگیرن درشون فروکش کرد. ولی مسیحیت اینو داره، بوداییات دارن، یهودیات دارن، مسلمان هم دارن. مالشو تو این راه میده، نه مقامشو میده. داستانی این خود بودا مقامشو داده. ببینین چه مقام بهش دادن. تو اون جذبه اینجوری، اون نه قشون داشته نه پول داشته، پا برهنه بوده، همه عالمو داره تو خودش جذب میکنه. این خاصیت انسان. بدونیم که یکی از خواص انسان یا داره جذب میکنه یا داره جذب میشه. 1000 جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به شیخ الاسلام کردستانی گفتم کجا بودید؟ گفت رفته بودم، این استاد فقه شافعی بود، گفت رفته بودم به زیارت حضرت امام علی ابن موسی رضا. میکشی، نه تو هم میکشی منم میکشم، یا تو منو میکشی یا من تو رو. اصلا این هست، کسی از این نمیتونه بیرون بره. همه مجذوبن و نشستن، خبر ندارن، نقطه جذبشون رو هنوز پیدا نکردن. اون عرق خوره هم از عرق فروشی
داره حرف میزنه که وقتی جنس میداد اگه پولم نداشتیم گفت حالا باشه. با چقدر خوبه برای حاتم شعر گفته باشن. بر تمام حتی خاطره های انسان در درونش این جذبه حکومت میکنه و امکان نداره. شما نمیتونید یک آدمی رو به من نشون بدید که در مقابل باور این که یک کسی خوبه جذبش نشه. ممکنه این باور رو درش پیدا نشه، حرفی نیست. نمیتونید آدمی رو نشون بدید که نسبت به یک آدم بد پرهیز باطنی ازش، حتی بعدها که از بد هم خوب گریزانه هم بد گریزانه. یکاد و تمیز من الغیظ. بله آدمای عاقل به این آسونی ظواهر اشخاص رو ملاک حضور معنوی باطنشون نمیگیرن، ولی اونجایی که این یقین براشون میاد دیگه مالک خودشون نیست. اصلا امکان نداره کسی مالک خودش باشه. جوری بهش تو باطن میچسبه که دست فلک رو میشه قطع کرد، اما دست اتصال این رو به اون طرف امکان فرض قطع کردن. چیز عجیبی. بله در ظاهر میتونه فحشش هم بده، علیهش فرض کنید چیزم بنویسه، ولی اونجا که نشسته، اون چه نه پیوند دوست بود برید، اون چه نه پیمان یار بود گسست. چوت عجیبی. شما آقا خب تو آینه نمیتونی نگاه کنی، اصلا کار آینه نیست. با باسکول هم نمیتونی خود تو وزن کنی، با متر هم نمیتونی قد تو بگیری. تعین تصویری عالم با انسانه که بی انسان هیچ صورتی فرض نداره. بدون حضور چشم امکان فرض صورتی تو عالم نیست. باده از ما مست شد نه ما از او، غالب از ما هست شد نه ما از او. با اون که در تن تحت حکومت قانون تأثیر و تأثیر متقابله و جزئی از این بی نهایته. با این همه خواستش در علم و قدرت چطوره؟ بی نهایته. از طریق تقطیع واقعیت که یکیست و امکان نداره فرض دوتایی توش بشه کرد، سیستم فکری حاکم بر جهان رو از این راه در خودش ایجاد میکنه و میتوانه همتراز هستی آفرینش کنه. قدرتش محدوده. قدرتشو علاوه بکنید تا ببینید هم کهکشان میسازه هم خورشید. نشسته هستی نشسته و فکر میکنه. شوخی آقا. تا اون روز که توان آزمایشگاهیش ضعیف بوده با فلسفه تحلیل واقعیت رو میکرده. همین که این توان بالا رفت با علم تجربی این کار رو میکنه. هر گوشه که نشسته جهان که نشسته زبون ساخته و دانسته همه رو در خودش جمع میکنه که همه که دارن حرف میزنن هر چی دارن داره این تو خودش این رو میخوره. دوره میگه بلند حرف بزن، دورتره میگه بلندگو بزن، نمیشه میگه تلفن بزن، حالا رادیو داره، حالا تلویزیون داره. برای اینکه گذشته رو در خودش جا بده، خودش رو در آینده جا بده، از طریق خط این کار رو میکنه. با این عظمت بافتش بافت اجتماعیه. مفردات خیالش بدون حضور جامعه امکان پذیر نیست. حتی اسم خودش تو این بستر از طریق فرض جهانی میسازه بسیار بزرگتر از جهانی که در زد و خورد با واقعیت وجودش باش هست. دریا فرض و قرار داده و همه رو به صورت واقع نگاه میکنه. خوب میشه و پارسا که عالمی رو جذب میکنه، بد میشه و بدخواه که عالمی لعنش میکنه. تربیت برداره، نه که میشه تربیتش کرد و میشه تربیتش نکرد، نه، ضرورت داره تربیتش. یعنی حتی هر جور که بلش کنید بازم تربیت میشه. از درون این بچه بنگزن 2 ساعته افلاطون میاد بیرون، ارسطو میاد، سقراط میاد، ابراهیم میاد، عیسی میاد بیرون، نه نیرون میاد بیرون، چنگیز میاد بیرون. چنان جمال پذیره و جمال پرسته که حتی در فرمهای قراردادی این احساس جمال رو به گونه‌ای که عقل جنم نمیرسه منعکس میکنه. نه میاره تو شعر باشه اون زیبایی رو در خودش موج. در خیال یا حاکمه یا مأمور حاکم، قدرت پذیره، در قلب یا مراده یا مرید. این انسانه.
یعنی هر چه تو عالم هست دست بذارید روش یک گوشه ای از این انسانه. در این موج که برمیداره عالم رو تو خودش چنون میچلونه، بر آب مسلط میشه، بر هوا مسلط میشه، بر حرارت مسلط میشه، بر حرکت مسلط میشه. این موجوده. با عدد گلوبول سرخ میخوای بشموری بدونی چیه؟ به غم عالم میشینه، عالم رو به غم میشونه، به نشاط عالم میشینه، عالم رو به نشاط در میاره. اینجا یک سوال مطرح میشه. اگر عمری بود من این سوال رو هفته بعد مطرح میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.